بچه من اگر که خورده صدام اینطوریه به خاطر اینه که چند روز بود مریض بودم و امروزم به خاطر هم کریسمس هم فارغ التحصیلی یه سری بچه ها و اینجور چیزا مدرسه خودمون و یه مدرسه توی شهر دیگه یه حالت مهمونی تور داشتن و یه چند هفته بود که من و یه گروهی داشتیم، گروه موسیقی مدرسه‌مون داشتیم یه سری آهنگ تمرین می‌کردیم. واسه همین امروز 2 تا جای مختلف، 2 تا شهر مختلف رفتیم. من از خونه رفتم بیرون، رفتم اونجا ساز زدم و خیلی بهم کمک کرد، خیلی حالم بهتر شد. و اینکه امشب شب یلداست و این ویدیو رو احتمالاً خیلی دیرتر از شب یلدا دارین می‌بینین، چون که 1-2 تا ویدیو دیگه گرفتم. ترتیبی که قرار بزنم من نمیدونم چجوریه. چند روز که مریض بودم خونه مونده بودم داشتم یکی از ولاگا رو ادیت میکردم، بعد ادیتش هم موقع که تموم شد اومدم سیوش کنم، سیو نمیشد. یه لحظه اومدم بیرون که یه ویدیو دیگه رو پاک کنم از تو حافظه برنامه، چون با گوشیم ادیت میکنم و دستم خود اونو پاک کردم و ادیت اون کاملا 1 هفته طول کشیده بود. داشتم سکته میکردم. هیچی، الان اون مونده، یه ویدیو دیگه به جز اون مونده، این ویدیو مونده و چون همشو با گوشیم انجام میدم خیلی احتمالاً قراره خود اذیتم کنه. خلاصه امشب شب یلداست و یلداتون مبارک. امیدوارم که الان که من در ویدیو رو ضبط میکنم که حالا شما من نیست که ببینید خوشحال باشید، آروم باشید، پیش کسایی که دوستشون دارید باشید و یلدا کلی بهتون خوش بگذره. فال حافظ یادتون نره. من زنگ میزنم بابام برام فال بگیره. من احساس میکنم فال حافظ گرفتن خیلی آدمایی که واسه هم دیگه فال میگیرن خیلی روی محبتشون تاثیر داره. مثل کسایی که خیلی دوستشون دارم خیلی مثلا هر دفعه سر یلدا و سر عیدا این شکلی هم که مثلا بیا واسه فال بگیرم و اینا، ولی تنها کسی که واسه من فال میگیره بابامه. و پس فردا میبینمش. خلاصه این اولین دفعه است که یه همچین مناسبتی هست، یه همچین جشنی هست و من پیش خانوادم نیستم. واسه همین امروز هم خود حالم عوض شد، گفتم که من حتما یلدا رو تنهایی جشن میگیرم. چیزی که یه ذره هولم میکنه اینه که بار اول این شکلی دارم تنهایی سوار هواپیما میشم و توقفش تو ترکیه یکم طولانیه. میدونم که اتفاقی نمیفته، هر اتفاقی هم بیفته میدونم نمیمیرم، میدونی؟ و همین که دیگه توضیح نمونه بخوام فردا بدم. فردا بیدار شم، چمدونا رو بردارم برم. به 1 نفر 2 نفر گفتم بچه هم مثلا سوا نمیدونه. حالا هیچ موقع اینطوری نمیشه. دیروز برگشته به من میگه فردا بهت زنگ میزنم با هم تلفن حرف بزنیم. همیشه رندوم فقط زنگ میزنه. من اینجوریم که گفتم من یکم از وقتی اومدم خونه علائم سرماخوردگیم داره برمیگرده، بعد خیلی میدونی میخوام قرص بخورم بخوابم. من نیست که بیداشم، ولی اگه تونستم خودم بهت زنگ میزنم.
که چند تا جمله فقط ویدیو بگیرم و بعد از اینکه اینجا 6-7 دور چرخیدم و یه جا واسه نشستن پیدا کردم. دقیقا میز بغلیم یه خانواده بودن که همه داشتن با هم دعوا می‌کردن و هر 20 ثانیه یه بار این بلندگوی فرودگاه شروع کرد حرف زدن و خوبه. آره الان ساعت 10:30 20 دقیقه به 11. آره الان ساعت 20 دقیقه به 11 به وقت ترکیه که اینجا نیم ساعت از تهران عقب‌تره. من فکر کنم 4 ساعت اینا تقریبا تو پرواز بودم. مثلا کپسولینا میگن چه فقط در حد یه تختی فضایی هست، از اونا پیدا کردم. ساعت 14 یورو. بعد گفتش که لیمیت داره، بیشتر از 3 ساعت اجاره نمیدیم. اجاره نمیدیم، ولی خیلی جالب بود. بعد چون پرواز بعدی فردا ساعت 5 صبح گفتم 3 ساعته رو از الان نگیرم دوباره نصف شب بخوام بیرون بمونم. 3 ساعته رو انداختم ساعت مثلا از 12 اینطورا و الان یه ساعت خورده ای هست اینجا از خودم میچرخم. خلاصه که 1-2 ساعت دیگه میرم اونجا، خودم اونجا استراحت کنم و فردا صبح بیام. احساس میکنم من خستگی تجزیه میشم.
پنجانی بیا رو به 6 میاد. بله.
وجه این 2 هفته انقدر طولانی و انقدر عجیب گذشت اصلا وقت نشد ویدیو بگیرم مثلا توضیح بدم که خب برنامه این ولاگ اینه، این کار میکنیم اون کار میکنیم و هر اتفاقی افتاد فقط ویدیو گرفتم و خیلی تجربه عجیبی بود. نمیدونم چجوری توضیح بدم. حتی روزای اول یه جورایی ترسناک بود یه چیزایی. فکر نمی‌کنم اولین تجربه مثلا برگشتنم بعد اولین بار رفتن این شکلی بخواد باشه. الان دارم برمیگردم ترکیه و گفتم همینجا ویدیو رو جمع کنم به خاطر اینکه فعلا هستم، توقف اینجا خیلی کوتاه نیست و برسم اونجا هم به شکل وحشتناکی بار خیلی زیادی دارم و قرار مشغول اونا باشم. همین دیگه وقت نمیشه. مرسی ویدیو رو نگاه کردیم. خدافظ. تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره.